متوجه نشدیم تو این بحث ازدواج طرف تا زمانی که ازدواج نکرده پولدارم هست پسره، بهش میگن تو که همه چی داری، ماشاءالله، خونه، زندگی، ماشین، پول، چرا دیگه ازدواج نمیکنی؟ ازدواج که میکنه میگن تو که همه چی داشتی. بالاخره این داره یا نداره؟ این باید بدبخت میشه یا نه؟ اصلا یه چیز عجیب غریب. میگه به مادرم گفتم مامان خواب دیدم که 4 تا گرگ دارن تیکه تیکت میکنن. گفت خدا مرگم بده اما دارن میان اینجا. میریم بانک میبینید که ما میلیون ها تومان پولمون رو میذاریم تو بانک، بهشون اعتماد میکنه، اون یه خودکار 30 تومانی دارن زنجیر میکنن اونجا که ما حالا شاید فرهنگش نیست که اون خودکار رو نباید ببری، اون یکی دیگه داره مینویسه. میگفت رفته بودم بانک مسکن حساب وا کنم، بانک ملی اس ام اس داد ازت حامله‌ام. نرو دیده بودین؟ خیلی جالب بود. بعضیا خیلی خوش شانسن، طرف تو خیابون داره میره یه ساک پیدا میکنه پر از تراول، 3-4 میلیارد پوله، برمیداره میره، مسیر زندگیش عوض میشه. اون وقت ما تو خیابون یه سکه 25 تومانی دیدیم، خم شدیم برداریم خشتکمون پاره شد، رفتیم 10,000 تومان